داستان دقیقی شاعر. چو از دفتر این داستانها بسه، همی خواند خواننده بر هر کسه. جهان دل نهاده بدین داستان، همه بخردان نیز و هم راستان. جوان بیامد گشاده زبان، سخن گفتنی خوب و تعبیر روان. به نظم آرم این نامه را گفت من، از او شادمان شد دل انجمن. جوانیش را خوی بد یار بود، ابا بد همیشه به پیکار بود. بر او تاختن کرد ناگاه مرگ، به سر برنهادش یکی تیره ترگ. بدان خوی بد جان شیرین بداد، نبود از جهان دلش یک روز شاد. یکایک از او بخت برگشته شد، به دست یکی بنده برکشته شد. برفت او و این نامه ناگفته ماند، چنان بخت بیدار او خفته ماند. خدایا ببخشا گناه ورا، بیفزای در حشر جاه ورا.